این ویدیو بی‌دلیل جلوی چشت نیومده. اتفاقی نیست که تو لیست ویدیوهات برات اومده و همینطور الکی هم نیست که روش کلیک کردی. ته دلت میدونه از زندگی بیشتر میخوای. یه چیز بزرگتر است که میخوای بهش برسی. یه نسخه بهتر از خودت که همیشه تو ذهنت داشتی، ولی با اینکه چند بار سعی کردی هیچ وقت موندگار نشده. فقط برای لحظه‌های کوتاه اومده و بعد محو شده. با این حال توی ذهنت خیلی واضح میبینیش. اعتماد به نفس بالا، هدف مشخص و زندگی با برنامه. اما سالهاست یه چیزی داره نگهت میداره. شاید ترس از تغییر باشه که خودش رو به شکل تنبلی یا امروز و فردا کردن نشون میده. ترس از این که اگه هویتی که سالها مثل سپر بوده رو از دست بدم چی میشه؟ و دوست و خانواده چی فکر میکنن اگه ناگهان شبیه همون آدمی بشم که همیشه میخواستم؟ نکنه وسط راه آدمای زندگیمو از دست بدم. برای همین از ترس این اتفاقها و برای اینکه کسی معذب نشه به همون هویت قدیمی میچسبی، چون فکر میکنی آسونتره که همونطور رفتار کنی که بقیه انتظار دارن، حتی وقتی این رفتارها دیگه به کارت نمیاد و فقط تو رو از خود واقعی دور میکنه. ولی زمان میگذره و یه روز از خودت میپرسی اگه به خودم اجازه داده بودم همون آدمی باشم که همیشه میخواستم، زندگیم الان چطور بود؟ من فقط یه غریبم تو اینترنت که شاید هیچ وقت نبینیش، ولی اگه دنبال نشونه میگشتی همینه. دیگه بس خوشحال کردن همه و دویدن دنبال کارهای حاشیه‌ای. وقتشه بری توی مود شخصیت اصلی و زندگی رو بسازی که همیشه میخواستی. هر روز که این کارو نکنی یه روز از دست رفته. ما فقط یه بار فرصت زندگی داریم، پس امتحانش کن. ضرری نداره ولی میتونه زندگیت رو زیر و رو کنه. برای این کار فقط 2 قدم لازمه. قدم اول، شفاف باش. تصمیم بگیر از همین حالا چه کسی میخوای باشی. اگه بهترین نسخه خودت بودی جواب این سوالا رو چی میدادی؟ چطور حرف میزدم؟ چطور فکر میکردم؟ اولویت هام چی بود؟ وقتم رو چطور میگذروندم؟ هرچی سوالا واضح تر باشه جوابا هم بهتر میشه. قدم دوم، عمل کن. از همین لحظه رفتارت رو با اون هویت جدید هماهنگ کن. اگه حس کردی عجیبه یا سخته، یعنی داری درست پیش میری. هر چیزی اولش سخته، ولی با تکرار آسون میشه. هر کاری که میکنی یا عادت برای آدمی که میخوای بشی، یا عادت به تنهایی تو رو تغییر نمیده. ولی وقتی عادت‌ها زیاد بشه، هویت جدیدش شکل میگیره. فاصله بین تو و آدمی که میخوای باشی فقط با کارهای تکراری پر میشه. وقتی هویت جدیدت برای ذهنت عادی شد، عادت‌ها و رفتارها تازه خودشون میان، بدون زور زدن. پس از همین امروز شروع کن، فکر کن و رفتار کن مثل همون آدمی که همیشه آرزوش رو داشتی، تا کم کم این تبدیل به واقعیت زندگیت بشه. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک کن، دکمه سابسکرایب رو حتما بزن